بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد، 1 سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد، این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند، اما شام و ویتر چه خیلی کس هم که خواند. لیکن قضایی هر قدر که خواند به گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خوانید، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما را مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیرتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه، زیرا که رسول اکرم گفتند روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل ده میگذارد، نفل برای شما فایده